یه لحظه، یه سوء تفاهمی شده. این یه عقد واقعیه و منم یه عاقد رسمیم. این دو نفر به صورت رسمی ازدواج کردن. ببخشید. متوجه نشدم، یعنی چی؟ خانم محترم، درست میگه، ایشون عاقد رسمی هستن. دنیز چرت نگو. باشه خوب بازی کردین. واقعا خیلی خوب نقش بازی کردین. ما باور کردیم. یعنی میتونید بگید که این ازدواج قلابی بود، چون که الان به هدفمون رسیدیم. دقیقا همینجا باید بگید. دنیز ادا، میدونم خیلی مسخره است، ولی من واقعا تو رو خیلی دوست دارم ادا. باور کن خیلی ناامید بودم. یعنی من الان به صورت رسمی باهات ازدواج کردم؟ نه، ازدواج نکردی. وکیلای من فوراً میتونن این کارو حل کنن. البته اگه دنیز با ما همکاری کنه. دنیز، میدونی کاری که کردی جرمه؟ اصلاً مشخص نیست وکیلای من چه کارایی بکنن. میتونن توی 5 دقیقه تو رو بندازن توی زندان. دنیز باشه هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم تا این مسخره بازی زودتر تموم بشه. پس میتونیم این لحظه رو جشن بگیریم مگه نه؟ زنده باد. یه لحظه خواهش میکنم، حالا که همه اینجا هستن میخوام همه این رو بشنون. ادا، من یک بار دیگه عمرن فراموشت نمی کنم و اینطور چیزی یه بار دیگه تجربه نمی کنم. تا آخر عمر دوست دارم و خواهم داشت و اصلا از کنار تو جم نمی خورم. همیشه کنارتم. خیلی دوست دارم. من بیشتر. باشه. ملو، آهنگو پخش کن. بزن پخشش کن. وای جایفر، زود باش دیگه. کجا موند؟ نمیدونم، نتونست بیاد بیرون. چی شده؟ ماشینم نیست. باید میدویدم، ماشینو تو وسط را ول کردم. پس ربات ها میتونن بدون؟ آره ادا. شوهر خواهر ملو جرن. ببین اگه ربات بخواد حتی میتونه بدوه. بس با تاکسی بریم. باشه. بعدش کجا میریم؟ به نظرم بعدش زیاد مهم نیست.
بدون تو هیچی اهمیت نداره. تو این کار خوب بلدی سرکام بلات. میگم جرن، به نظرت یه روزی ما هم اینطوری عاشق میشی؟ در ناامیدی بسی امید است ملو. فکر کنم برای اینطور عاشق شدن باید شرایط سختم تحمل کرد. آره خب، عشقی بزرگ مجادله بزرگم میخواد. آخه ببین چه شوهر خواهر با نزاکتی دارم. ملو، من میخوام ازت معذرت خواهی کنم. چرا؟ چون که تو در مورد دنیز بهم هشدار دادی ولی من اصلا توجه نکردم. خیلی ببخشید. وای خدا، تو داری از من معذرت خواهی میکنی دوست عزیزم. ناراحت شدم. قول میدم یه بار دیگه به هر چی که بگی گوش بدم. قول میدم ملو. قول دادیم؟ قول. باشه. میخوام عاشق بشم. منم الان خیلی دلم میخواد عاشق بشم. کی؟ نمیدونم، هر کی بیاد عاشقش میشم. باید فوراً یکی رو پیدا کنیم. پیدا کنیم مگه نه؟ آدم باشه. من خیلی منتظر موندم. شما همیشه همه رو دور خودتون جمع کردین، دورتون شلوغ بوده و من تنها موندم. تو الان داری به هم اثبات میکنی که یادت میاد؟ آره خب آره اونطوریه، ولی در عین حال چه میدونم. خب الان از اول شروع کردیم. میخواستم کنار دریا جلوی اینجور منظری بپرسم هستی؟ البته بعضی وقتا پیچیده، بعضی وقتا بی اعصاب، بعضی وقتا مثل ربات. ولی هستی که یه زندگی شاد داشته باشین؟ من همیشه هستم. من دوست دارم، خیلی دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. تا وقتی که من زندم شما خوشبخت نمیشید. خوش اومدی. خدا رو شکر اومدیم، وگرنه حسابی خیس می شدیم. آره خیلی خیس می شدیم، ولی همچین چیزی هست ها. من دیوونه وار خیلی زیاد عاشقتم. میگم کاش تو این شوخیای مسخره‌تو یادت نمی اومد. هر چیزی تاوانی داره. حالا که تو یادم اومدی، به خاطر همین از این به بعد قرار شوخیای مسخره منم تو رابطمون باشه. مشکلی نداری؟ من میتونم تا آخر عمرم به شوخیای مسخره تو گوش بدم. حتی میخندم. خوبه. به خونت خوش اومدی. خونم کنار توه. ولی میگم که از این خونه بریم. از اول شروع کنیم با هم. بریم یه جای دیگه. آره فکر خوبیه. یه خونه جدید، یه شروع جدید. شاید این دفعه بریم خارج از شهر یا خارج از کشور. بعدش هم باید خانواده بولات رو یه خورده بیشتر کنیم. آره دلم برای این تنگ شده بود. برای چی؟ این که خونم بوی تو رو بده. منم امروز اینقدر خسته شدم فکر کنم قراره مریض بشم. خب میخوای به دنیز زنگ بزنم؟ چون تو عقد بهت گفت که تو مریضی و سلامتی هم کنار. چرا یادآوری میکنی؟ ادا تو امضا کردی.
بابا خب من فکر میکردم قلابیه. چند بار بهت گفتم دیگه. چی کار میکردم؟ بین اون همه آدم میگفتم نمیتونم بله بگم چون قلابیه. چی کار کنم سرکان؟ خب تو زودتر یادت میومد. من یه لحظه همچین شرایطی داشتم، باید به سرم یه ضربه های محکمی میخورد. به خاطر همون کاش با ماهیتابه به سرم میزدی. تو بک زدم بهت ولی یادت نیومد. به اندازه کافی محکم نزدی. خب دلم نیومد. دلت نیومد؟ دلم نیومد. بیا. I'm sorry, it feels like we're through. I look into your eyes and see it too. My love was there and now it's lost. Through the pain we'll count the parts. I don't wanna love anymore. If love is I'm sorry, it feels like we're through. Look into my eyes. دلم برای این تنگ شده بود. منم همینطور. Our love was good, but now it's gone. Through the pain. منم ادا، خیلی ببخشید که ناراحتت کردم. از عمد نبود. از این به بعد تمام لحظات خوب زندگیمون رو، خوشبختی هامون رو، همه رو جبران میکنم. قهرمان این عشق تویی. اینو هیچ وقت فراموش نکن. اصلا ازت دست نکشیدم ولی خیلی خسته شدم. میدونم ولی من دیگه همیشه اینجام، همیشه کنارتم. میشه بشینی؟ خیلی دلم تنگ شده. منم همینطور. همه چیز رو برای تو جبران میکنم، همه چیز رو. میشه؟ صبح بخیر. سرکان. سرکان. ادا نمیخوام بدون تو بیدار بشم. ولی اگه اینطوری بشه کسی نمیتونه برای اون یکی صبحونه آماده کنه. برای صبحونه آماده کردن میشه. معنی صبحونه چی بود؟ خوشبختی. بهترین چیزی که دوست دارم. یکم دیگه بخوابم. خیلی میخواستم ولی امروز نباید تنبلی کنی. چرا؟ امروز کار فسخ عقدتون هست، باید امضا کنی عزیز دلم. من فراموش کرده بودم. کلا یادم رفته بود. گوشی اینجاست. آی ملو. الو ادا، معلوم هست کجایی؟ از صبح زنگ میزنم جواب نمیدی. گوشیم رو سایلنت بود. باشه بیخیال. الان خواهش میکنم که آروم باش. الان میخوام بهت یه چیزی بگم. وقتی قطع کردم آروم باش و به دنیز زنگ بزن. الان خیلی استرس گرفت. اصلا استرس نگیر، اصلا چیزی نیست. همه چی حل میشه. باشه باید چی کار کنم؟ باید به دنیز زنگ بزنی. ببین فقط 8 ساعت وقت داری که امضا کنی. 8 ساعت؟ اصلا امکان نداره. ما همین الان بیدار شدیم، امکان نداره. خواهش میکنم آروم باش. تنها کاری که باید بکنی آروم بودنه. باشه
باشه؟ خیلی خوب، بعداً حرف میزنی. فعلا خدافظ. باشه. مشکلی پیش اومده؟ مشکلی نیست، امیدوارم پیش نیاد. یعنی چی؟ من فوبیا دارم. به چی؟ به اینکه با زمان مسابقه از بدم. کی این فوبیا رو داری؟ از همین الان امروز. ولی به نظرم باید عجله کنی، چون 8 ساعت وقت کمیه، زیاد نیست. دنیز، سلین بیا اینجا بشین. چی کار میکنی؟ منتظرم. برای چی؟ منتظرم برم دادگاه و ازدواجی که باهاش آبروم رفت و خیلی زود تمومش کنم. با خودت این کارو نکن دنیز. چی کار نکنم سلین؟ مثل دیوونه ها آبروی خودم رو بردم. من چه انتظاری داشتم؟ انتظار اینو داشتم که ادا بیاد توی بغلم. تو کار اشتباهی نکردی. یعنی چی کار اشتباهی نکردم؟ من یه زنی که دوستم نداره رو گول زدم و باهاش ازدواج کردم. بازم تکرار میکنم، یه زنی که دوستم نداره رو گولش زدم و باهاش ازدواج کردم. ولی تو اینو به خاطر عشقت انجام دادی. پس باید پای تصمیمت وایسی. این چرت و پرتا رو نگو سلین. خودم میدونم کار درستی نکردم. کارهایی که باید بکنیم تموم نشده. هنوزم داری خیال میبافی؟ نه واقعا مطمئنم. سلین جونم چطور میتونی اینقدر مطمئن باشی؟ امکان نداره خوشبخت بشن اگه ما خوشبخت نشدیم. اونا هم حق ندارن خوشبخت بشن. خب تو الان از من چی میخوای؟ تو اون برگه فسخو امضا نکن باشه. در این صورت اون باید ازت طلاق بگیره، درسته؟ مگه وکیل نگفت که یه زن بعد از 300 روز میتونه دوباره ازدواج کنه؟ یعنی ادا تا 300 روز دیگه نمیتونه ازدواج کنه، درسته؟ خب آره، ولی برای چی اینا رو میپرسی؟ تو الان به مدت 1 روز قایم شو و اون برگه ها رو امضا نکن. تکرار میکنم اگه ما خوشبخت نشدیم اونا هم نباید خوشبخت شن. میخوای جواب بدی؟ نمیدونم. این کیه؟ انگار سر آورده. جواب نمیده. کی؟ جواب نمیده. به خدا من دارم دیوونه میشم. جواب نمیده. جواب نمیده؟ آروم باش. جواب نمیده. اگه نیاد چی؟ یعنی چی نیاد؟ آروم باش عزیزم، هنوز 6 ساعت وقت داریم. آره نمیدونم عمه، خیلی میترسم. نترس عزیزم، چرا میترسی؟ ما کنارتیم. بعدش هم سرکان کجاست؟ اون شرکته. من به یه بهانه ای زدم بیرون اومدم. بذار من زنگ میزنم. یالا. چیه؟ چی شد؟ جواب نمیده. میبینی دیگه نمیاد. یه کاری نه میکنه که عزیزم نیاد. وایسا. ملو میاد مگه نه؟ آروم باشید، حتما ببینین اگه میاد. چیزی میدونید و نمیگی. واقعا چی میگی تو؟ چه میدونم؟ گوشت داره زنگ میخوره. دنیز داره زنگ میزنه. الو دنیز، تو کجایی؟ از صبح داریم زنگ میزنیم، جواب نمیدی. ببخشید، من همین الان بیدار شدم. برای امضا باید چیکار کنم؟ بیام شرکت؟ آره جرن همه پرونده ها رو آماده کرده، تو بیا شرکت. باشه بهش بگو بیاد. باشه بیا اونجا حلش میکنیم. باشه ولی میخوام در مورد یه چیزی هم باهات صحبت کنم ادا. خدا رو دیگه شکر. تموم شد، آروم باش. باشه من میرم شرکت. آروم مراقب باش. خودت باش. قهوه‌تون رو آوردم. خیلی ممنون سیفی، زحمت کشیدی. میبینم که خوشحالین. سرکان و ادا با هم هستن دیگه، هیچ چیزی نمیتونه منو ناراحت کنه. قطعاً. تو برای خودت قهوه درست نکردی؟ بیا با هم بخوریم دیگه. تو آشپزخونه یه خورده کار داریم، زود تموم میکنم و میام. باشه سیفی جون، منم به آیفر زنگ بزنم. آیفر جونم، فامیل عزیزم، چطوری عزیزم؟ وای به خدا آیدان، روزمو با استرس شروع کردم. باز چی شده دیگه؟ دخترها از صبح زود دارن به دنیز زنگ میزنن، جواب نمیده. یعنی چی؟ نمیخواد همکاری کنه؟ الان کجاست؟ نه بعدش جواب داد. خواب بوده آقای محترم. برای فسخ امضا کنه، هر چقدر میخواد بخوابه.
آی راست میگی والله، این بچه ها بدون هیچ مشکلی به هم برسن. به خدا دیگه هیچی نمیخوام. سیفی من در رو باز میکنم، تو نگران نباش، بعد از این قرار نیست مشکلی پیش بیاد، همه چیز خیلی خوب میشه، نگران نباش، من خودم درستش میکنم. آیدن من بعدم بهت زنگ میزنم آیفر. باشه میبینمت. هر چیزی که میفروشی تو نمیخوام بخرم. من دارم چی کار میکنم؟ آیدن خواهش میکنم لطفاً درو نزن خدایا. آیدن بله بفرمایید، با کی کار داشتین؟ منم کمال اومدم. آره دیگه. صبح بخیر آقا سرکان. صبح بخیر. سلین اومده؟ نیومده. باشه. امروز قرار اینجا آتیش بگیره، باید نونا رو آماده کنیم. تو همیشه به فکر غذا هستی. بی خیال. بله سرکان. سلین کجایی؟ امروز نمیخوام بیام شرکت، یه خورده مریضم و میخوام استراحت کنم و تنها باشم. خدا بد نده ولی چی؟ واقعا متوجه نمیشم سلین تو چطور این کار رو با من کردی؟ سرکان من کاری نکردم. یعنی چی کاری نکردی؟ سعی کردی زندگی من و ادا رو نابود کنی. خاطرت نیست، فقط منو یادت میومد. تو رو دوست دارم، هر کاری هم کردم فقط به خاطر این بود که خوشبخت بشیم. تو بدترین شرایط کنارت بودم، گفتی بیا اومدم. فکر کنم الان نباید برم. نیازی نیست بری سلین. کارامو تموم میکنم، درصدم هم بهت میدم و میرم. ببین اینا اصلا مهم نیست، نمیخوام سهام‌های شرکت رو هم پس بدی، اینا هم در مقابل خوبیایی باشه که در حقم کردی. ولی اگه میخوای بری برو، اگه میخوای بمونی بمون، هر کاری که خوشحالت میکنه رو بکن. من واقعا میخوام خوشبخت بشی، فقط ازت یه چیزی میخوام، باید از ادا معذرت خواهی کنی. چی؟ اصلا سلین داشتی زندگیمون رو، عشقمون رو میدزدیدی. سرکان محاله، هیچ چیزی نمیتونه باعث بشه که ازش معذرت خواهی کنم. سلین خواهش میکنم از ادا معذرت خواهی بکن، باشه؟ حتما این کارو باید بکنی. میگی دوستت دارم، پس وجدان داری، پس لطفاً از وجدانت استفاده کن و از ادا معذرت خواهی کن، اینو ازت میخوام. میتونم بشینم؟ البته بفرما بشین، منم برم آشپزخونه و بگم برات نوشیدنی بیارن. اصلا نیازی نیست، اومدم فقط باهات حرف بزنم. این چه حرفیه؟ از راه دوری اومدی؟ تو بفرما بشین، من زدی میام. سیفی به هم یه لیوان آب بده، زود باش. آیا خانم چی شده؟ انگار روح دیدین. از روح بدتر دیدم. های به آیفر زنگ بزنم. آیدان خانم کنجکاو شدم، چی شده؟ آیفر خواهش میکنم بیا پیشم، بهت نیاز دارم. آیدان خانم خوبین؟ وقتی آیفر اومد از در پشتی بیارش تو. باشه، من متوجه نشدم چه خبره؟
صبح بخیر. جاران صبح بخیر. همه چی آماده است. من همه چی اوکی کردم. برای لغو عقد امضای تو و دنیس لازمه عزیزم. ممنونم جاران. خواهش میکنم. وای 5 ساعت و 30 دقیقه مونده. باشه ملو استرس نده. خب دنیس اومده؟ دیدیش؟ متاسفانه من اصلا دنیس رو ندیدم. کی میاد پس؟ نمیدونم. نباید استرس بگیریم. میاد. سلام. صبح بخیر انگی. دیروز چه اتفاقی براتون افتاد؟ صورتتون اینا زخمی بود. به نظرم بهتره بگیم با سرکان یادی از دوران قدیم کرد. دعوا کردین؟ تو باید طرف مقابلم میدید. ولی سرکان اصافا خیلی مشخورد. هی مشخورد یادش اومد. هی مشخورد یادش اومد. یعنی برای اینکه یادش بیاد لازم بود یه دل سیر کتک بخوره. راستش من الان به ذهنم رسید که یه دونه بزنیم توی میشنوه. ولی خب دیگه کاش این کارو میکردی. بگذاری من دیگه میرم. خسته نباش. چند ساعت منم میرم مونده؟ سر کار. 5 ساعت و 28 دقیقه. باشه. صبح خیر. دوباره صبح خیر. چطوری؟ خوبم. دنیس قراره بیاد. خوبه. سلین بهت زنگ زد؟ سلین چرا باید به هم زنگ بزنه؟ میخواست ازت معذرت خواهی کنه. چی؟ این دیگه یعنی چی؟ این چی میگه؟ معذرت میخوام چیه؟ باشه؟ یعنی چی؟ قراره با یه معذرت ببخشی؟ ولی باید معذرت خواهی میکرد. بالاخره توی یه شرکت داریم کار میکنیم. نیومده سر کار سر کن. چون مریض ادا. همه اینا دروغه. همچین چیزی نیست. دروغه. ادا. معذرت خواهی یعنی چی دیگه؟ من ازش خواستم معذرت خواهی کنه. تو خواستی؟ آره. چرا خواستی؟ چون نمیتونستیم اینجوری ادامه بدیم. یعنی قراره تو شرکت بمونه؟ من نمیفهمم چرا باید تو این شرکت بمونه؟ چون من بهش گفتم بمون. چرا خودت تصمیم گرفتی سر کنی؟ یه تصمیمی که باید دوتایی بگیری. باشه؟ به نظرت چرا اینجوری میکنه؟ چون میخواد پیشت باشه. نه ادا، اون میخواست بره. من بهش گفتم بمون. ببین میتونه بمونه. من مشکلی ندارم، ولی سلین این کارو از رو عمد انجام میده چون میخواد کنار تو باشه. اگه قرار باشه تو شرکت بمونه فقط میتونه یه کارمند ساده باشه. کار دیگه ای نمیتونه انجام بده. باشه یکم آروم باشه. نمیتونم آروم باشم. معذرت خواهی میکنه. معذرت خواهی یعنی چی؟ فکر میکنه با یه جمله میتونیم ببخشیم؟ ادا. چیه؟ آروم باش. ببین من آدمی نیستم که کسیو که میخواد زندگیمو ازم بدوزه با یه جمله ببخشم. درکت میکنم اما ادا. بله ملو. شوهر خواهر تو رو خدا 5 دقیقه است که آشتی کردین. این دختر نباید یه روز خوش ببینه. همش دارین دعوا میکنی. ملو لطفاً تو هم منو تحت فشار نذار. نیازی نیست، حلش میکنیم. خوبم ملو، مشکلی نیست. دنیس زنگ زد. اومدش؟ نه نیومده. زنگم میزنم جواب نمیده. چرا؟ امروز چرا همه چی اینجوریه؟ باشه یالا بریم. کجا؟ این چیزی نیست که با زنگ زدن حل بشه. بیا پیداش میکنی. خب باشه. شوهر خواهر. بله. فقط 5 ساعت وقت داری. باشه. زود باشین. دارین میبندی؟ آره متاسفانه یه مدت مغازه بسته است. خب یه مدت یعنی چقدر؟ من خودم هم دقیقا نمیدونم، ولی هر وقت بازش کنیم حتما از پیجمون اعلام میکنیم. فهمیدم. هرچی خیل باشه. به امید دیدار. میبینمتون. میگم جرن نکنه این دنیز داره یه کارایی میکنه. ممکنه ملو میشناسیش که. خب اگه امضا نکنه فوقش چی میشه؟ ازدواجشون رسمیه؟ یعنی ازدواجشون تایید میشه. بعد از یه مدت طولانی باید درخواست طلاق بدی که ممکنه طلاق گرفتنشون ماها طول بکشه. خیلی دردسر داره. یعنی خب همچین کاری نمیکنه. چرا باید این کارو بکنه مگه؟ راستش منم نمیفهمم. اگه این کارو بکنه چی گیرش میاد؟ چه میدونم. ببین اون دنیزی که سالها میشناختیمش رسما یه روانی عذاب در اومده. گیر داده به ادا و ولش هم نمیکنه. یعنی ازش جدا نمیشه. ملو میگم نکنه این همیشه اینجوری بوده. اگه اینجوری باشه خیلی بازیگر خوبیه که روحمونم خبردار نبود. پس یعنی وقتی عاشق میشه اینطوری میشه. نباید عاشق شد. نه عزیزم، هر آدم عاشق اینجوری نمیکنه. یه آدم عاشق در واقع به خوبی طرف مقابلش فکر میکنه. نمیدونم. خب اگه حسش متقابل نباشه همینجوری از دور تماشاش میکنه.
میخواد که همه چی برای اون خوب باشه. البته اگه هنوز منظورمون دنیز باشه. ها؟ میگم یعنی هنوز راجع به دنیز حرف میزنی؟ خب آره، البته که از صبح تا حالا داریم درباره دنیز حرف میزنیم. آره عزیزم، آره. بسته است. چطور ممکنه آخه؟ داخلم نیست. رو همه وسایلم بسته است. ببخشید، معذرت میخوام. میدونید صاحب مغازه کجاست؟ از دوستان نزدیکمونه. امروز اینجا بود ولی بسته رفت. گفت یه مدت اینجا بسته است. کارشونم که خوب بود ولی آره. ممنونم. خواهش میکنم. داری به دنیز زنگ میزنی؟ آره. گوشش خاموشه. الو ملو، دنیز رفته. ای بابا یعنی چی که رفته؟ کجا میتونه رفته باشه؟ نیست ملو جان، نیست. از اینجا رفته. من نمیفهمم یه آدم چطور میتونه همچین کاری بکنه؟ نمیدونم، تنها چیزی که میدونم اینه که الان اینجا نیست. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. به خدا خیلی خسته شدم. دیگه کم مونده قش کنم. حق داره. انگار دارم از حال میرم. چی؟ ملو ملو بیدار شد دیگه. ملو خوبی بهتری؟ ای بابا. الو ادا. بفرمایید آقا سرکار. اردم خوب گوش کن ببین چی میگه. من باشه گوش میکنم. ببین تو چند تا دوست ردیاب داری. زود اونا رو جمع کن. بیا یه ردی از این دنیز پیدا کن. فهمیدی؟ باشه آقا سرکان، بسپاریدش به من. به شکل باور نکردنی حلش میکنم، نگران نباشی. امیدوارم. اردم ها؟ باشه ساکت شدم. چی شده؟ نمیدونم. ای بابا چی شده؟ آیدان خانم به این بگید دیگه چی شده آخه؟ آیفر خوب شد اومدی. چی شده؟ آیدان خانم لطفاً بگید دیگه. بگو دیگه آیدان. نمیتونم بگم. آیدان این همه را رو بدو اومدم که سوال نپرسم. تو رو خدا اینطوری نکن، بگو چی شده؟ تو هم حق داری. این مردی که توه کیه؟ بگید دیگه. کسی داخل مگه؟ آره. کیه؟ نمیدونم ولی بعد از اینکه اون اومد به هم ریخت کلا. آیدان اون مرد کیه؟ اون مردی که داخله خب عشق اول منه. قاتل قاتل عشق اولم. قاتل نگو دیگه، همچه چیزی رو نداره. خیلی درسته. نابود کننده عشقم. این خیلی خوبه، از این خوشم اومد. خب برای چی اومده؟ نمیدونم، نپرسیدم که از وقتی بهت زنگ زدم منتظر یه راهنمایی‌ام. آیدان تو از وقتی بهم زنگ زدی هنوز اینجایی؟ خب چی کار کنم؟ از وقتی که من منتظر آیفر خانم بودم شما اینجایی؟ آری. حالا شما مطمئنین که اون هنوز داخله؟ شایدم رفته. صداشم در نمیاد، برید ببینید چی شده آخه. بپرسم مگه؟ آره خب یالا. بپرس ببین چی میخوره. کمال. آیدان چرا اومدی اینجا؟ همش اینجوری با سوال و جواب پیش بریم؟ ببخشید بعد این همه سال چی باعث شده بیای اینجا کمال؟ شنیدم طلاق گرفتی اومدم. خبرام چه زود پخش میشن. گذشته سالا نتونسته ازت چیزی رو بگیره. هنوزم خیلی خوشگلی. خیلی ممنونم. بله فرید. اون مرد کجاست؟ کدوم آدم؟ دنیز کجاست؟ نمیدونم، به من ربطی نداره. سلین. چیه فرید؟ همش سلین. سلین ببین آدما حقشونه خوشبخت بشن. از سر و کله زدن با این آدما دست بردار. من هیچ کاری نکردم. مگه من عقدشون کردم؟ به من چه؟ برید از اون دوست پسر گم شدهش بپرسید. اگه بدونیم کجاست و بتونیم پیداش کنیم میپرسم، ولی پیداش نیست سلین. برای همین از تو پرسیدم. پس لطفاً خواهشم بهمون بگو کجاست سلین. نمیدونم. چند بار باید بگم؟ منو راحت بذار. سفر یه مأموریت خیلی مهم برات دارم.
باید یکی رو پیدا کنیم. فقط تو میتونی این کارو بکنی. باشه، منتظرم. واقعا گذشت سالهایش تأثیری رود نذاشته. خجالت زدم میکنی. تو لایق بیشتر از اینایی. تو اومدی اینا رو بگی کمال؟ آره، اومدم همینا رو بهت بگم. یکم دیر نکردی؟ همون موقع که شنیدم طلاق گرفتی اومدم. نه، منظورم الان نیست. سالهای گذشته. سالهای پیش من بهت گفتم بیا بریم. قرارم گذاشتیم. ولی تو جایی که منتظرت بودم نیومدی. درسته؟ درسته. حق داری. هر چی بگی حق داری. ولی میدونی چرا نیومدم؟ هر موقع جلو ضرر رو بگیری منفعتی. تو قلب منو شکستی. حالا میخوای جلوی ضرر رو بگیری؟ بعد سالها اومدی معذرت خواهی میکنی. تو فقط قلبمو نشکستی. تو منو تیکه تیکه کردی کمال. الانم میشه لطفاً بری؟ یعنی گفته باشم اگه پسرم اینا رو بفهمه اصلاً خوشش نمیاد. من نیومدم اینجا ناراحتت کنم. واسه اینکه تو چشات نگاه کنم دلم تنگ شده بود. برای همین الان جاییم که میخوام باشم. اوف. چقدر وقت داریم ملو؟ 4 ساعت و 15 دقیقه. نمیرسیم. نمیتونیم امضاش کنیم. ای خدا. آروم باش، اینجوری نگو. آروم باش، آروم باش، مثبت فکر کن. نگران نباش. باشه؟ باید این پرونده رو امضا کنید. بیار. جارن تو بهش زنگ زدی؟ زنگ زدم، در دسترس نیست. من نفهمیدم. نه دیگه نمیاد. نمیتونیم برسیم. ادا آروم باش. یه چیزی میخوام. این دنیز به جز ما یه دوست دیگه داشت، بهم گفته بود همش به خونه اون رفت آمد میکرد. شاید اونجا باشه. به نظر به اونجا زنگ نزنی؟ اون کیه؟ چیزی در موردش بهم نگفته. من اصلا نمیشناسمش. یه دقیقه صبر کن. فکر کنم وقتی حرف میزدیم عکسشو برام فرستاده بود. اگه بتونم پیداش کنم خوبه. آها اینجاست. ببین شاید خونه این باشه. به غیر از ما اون تنها دوستشه اینجا. مطمئنی؟ تنها جایی که میره اینجاست تا جایی که من اینجا میدونم. رو خیلی خوب میشناسم. میشناسی؟ آره، چون دوستم جمیل اونجاست. جمیل. جمیل؟ ممنونم، خیلی خوبم. تو چطوری؟ عالیه. میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. تو شهر که شما تو 24 ساعت اخیر کسی رفت و آمد کرده؟ ها؟ خدا کنه باشه. 3 روزه هیچکی نیست. باشه، فهمیدم. باشه نه نگران نباش. بعداً در مورد اون مسئله حرف میزنی. باشه. خبری نیست. نه دیگه هیچ خبری نیست. امید تو از دست نده. بیا ما هم یکم دیگه دنبالش بگردیم. چیکار کنیم؟ خودمون میریم یالا میگردیم. تو هم با اونا یه کارایی بکن. برو. داداش کو این یارو کجاست؟ کو گفتی اینجا سخه؟ عجبا. من بذار پول بدم انقدر کافیه. راضی باش دیگه. داداش مورد مشکوکی اینجاست. شوخی میکنی؟ پر رو. دنیز کجایی؟ سرکان ببینم افتادی دنبال من. تونستی ردی ازم پیدا کنی یا نه؟ چطور پیش میره؟ ها نگران نباش، داریم خیلی خوب پیش میریم. به زودی پیدات میکنم کجایی. الان داری تاوان اون حرفای سنگینی که بهم زده بودی و پس میدی سرکان.
راستشو بخوای تو اصلا لایق ادا نیستی. من لایق ادا نیستم، ولی تو لایقش هستی. آره چون که بلدی عقل قلابی بکنی. چی کار داری میکنی؟ دیوونه شدی؟ نقد چی بابا، اون فقط برای سرگرم کردن تو بود. ولی تو این مدت ادا میفهمه که نمیتونه با تو خوشبخت بشه. دنیس ببین، مسخره بازی رو بذار کنار، بیا اینجا و امضا کن. باشه؟ سرکان بولاد، اینو بدون من امضاش نمیکنم. به خدا اینجاست. چی کار کنم الان؟ برم دهن و دماغشو بشکنم؟ به خدا مثل اژدها دهنم آتیش بیرون میاد، چشامو خون گرفته. چی میگی تو؟ اون چیزی که بهت دادم اون وقت به ماشین بچسب. واقعا چی میگی؟ قراره خودش بچسبه؟ میچسبه. باشه یه لحظه. آقا دنیس بلیتتون آماده است. دارم میام. آهای